در سلسله ویدیوهای چینل آموزشی شاداب میدیا در این ویدیو میخوایم به شما آموزش بدم تا چگونه و با 4 حرکت حرفه‌ای از شر فایل های اضافی ویندوز خلاص شده و عملکرد کامپیوتر و سیستمتان را بالا ببرید. پس بیایید شروع بکنیم. خب دوستا، همون قسمی که گفتم با 4 حرکت میتونیم از شر فایل های اضافی ویندوز خلاص شویم و عملکرد کامپیوترمون را بالا ببریم. در حرکت اول دوستا شما میبینید که نوشته شده است در رن ویندوز دستور زیل را تایپ کنید. خب برای باز کردن رن ویندوز کی کلید ویندوز همراه آر به طور همزمان فشار میدیم و در CMD ویندوز دستور حرکت اول را تایپ میکنیم که دستورش علامه فیصد و کلمه تمپ می باشد و ناگفته نباید بمانم که تمپ مخفف تمپرری می باشد، یعنی فایل هایی که موقت در سیستم ما می باشه و از او سیستم استفاده نمیکنه و او فایل ها را پاک میکنیم تا رم کامپیوتر ما آزاد شود. خب شما میبینید که ما دستور تایپ کردیم و حالا سر دکمه اوکی فشار میدیم یا کلیک میکنیم. شما میبینید که اینجا یک سلسله فایل های اضافی در سیستم موجود است. این فایل ها را کنترل A بکنین و شیفت و دیلیت را بزنین تا حذف شود، چون ما قبلا این فایل ها را پاک کردیم و این فایل هایی که فعلا شما اینجا مشاهده میکنید این فایل هایی هستند که فعلا در حال رن یا در حال اجرا در سیستم است. پس این فایل ها را من پاک نمیکنم و شما با پاک کردن این فایل ها هیچ گونه صدمه یا نقص به کامپیوترتون وارد نخواهد شد. دوستا این بود حرکت اول. خب دوستا در حرکت دوم گفته که در رن ویندوز دستور زیل را تایپ کنید. خب ویندوز کی همراه آر را فشار میدم تا رن باز شده و در رن نوشته میکنیم دستور کلین mgr و این دستور را تایپ کرده و سر دکمه اوکی فشار میتیم و اینجا شما دوستا میبینید که تمام درایف های موجود در کامپیوتر ما لیست شده. شما درایفی که میخواهید فایل های اضافی در او جستجو شده و حذف شود او درایف انتخاب بکنین. پس من درایف سی انتخاب میکنم چون ویندوز در درایف سی نصب میباشه. پس من درایف سی انتخاب میکنم تا تمام فایل های اضافی ویندوز جستجو شده و تمام آنها پاک شود. پس درایف سی را انتخاب کرده و سر دکمه اوکی فشار میتم. شما ببینید که اینجا چندین لیست از فایل های اضافی را آورده و تمام این چک باکس ها را تیک کرده و سری دکمه اوکی فشار میتم تا تمام فایل ها از این دایرکتوری ها یا از این مسیر ها پاک شود. پس سری دکمه اوکی فشار میتم و دیلیت فایلز میزنم و منتظر میباشم تمام فایل ها دیلیت شود. خب تمام فایل های اضافی از درایو سی پاک شد و در حرکت سوم دوستا گفته در CMD ویندوز دستور زیل را تایپ کنید. خب برای دسترسی پیدا کردن به CMD ویندوز کافی است که علامه دکمه ویندوز کی همراه آر را فشار بدین و نوشته کنید CMD و انتر بزنید تا CMD برای شما باشه. او دستور ما تایپ میکنم. دستور قسمی بود که sfc/scan now و حالا سری دکمه انتر میزنیم. شما ببینید که دستور قبول نکرده، سیستم ای دستور نمیشناسه. دلیلش چیه؟ چون ما و شما CMD را از طریق ادمنستریتور باز نکردیم. پس CMD را بسته کرده و با فشار دادن دکمه ویندوز استارت منو باز شده و در استارت منو نوشته میکنیم CMD. شما ببینید که CMD یافت شده و سری آپشنی رن از ادمنستریتور کلیک میکنم و اینجا از ما و شما اجازه میخواه یس میگم و اینجا دستور را تایپ میکنم. دستور بود
ببخشین sfc/scan now. خب و حالا انتر میزنیم. شما میبینید که سیستم در حال جستجوی فایل های اضافی می باشه و شما میبینید که 0% شده هنوز و منتظر می باشیم تا به 100 برسه. خب دوستان شما میبینید که این 100 شده و تمام فایل های اضافی که در کامپیوتر من موجود می باشه تمام آنها را جستجو کرده و دیلیت میکنه. این بود حرکت سوم و میریم سراغ حرکت چهارم. باز هم رن را باز میکنیم با فشار دادن دکمه ویندوز همراه R و در رم نشته میکنیم MRT و انتر میزنیم. منتظر میباشیم تا صفحه باشه و اینجا یک صفحه باز شده. از ما و شما اجازه میخوایم سر یس کلیک میکنیم و منتظر میباشیم تا صفحه بعدی باز شود. بله دوستان صفحه بعدی باز شد. نکست میزنیم و اینجا شما میبینید که تمام فایل های موجود در کامپیوتر ما را تک فایل ها را جستجو کرده و تمام فایل های مخرب و ممکن است که در کامپیوتر ما صدمه بزنه تمام اونها را جستجو میکنه و حذف میکنه. پس منتظر میباشیم تمام فایل ها جستجو شود. و نگفتن نباید بمانه دوستا که این حرکت چهارم صرف در ویندوز های 11 قابل تطبیق است، یعنی کار میکنه و در ویندوز های 10 7 و 8 ممکنه کار نبکنه. خب شما دوستان میبینید که تمام فایل ها جستجو شده و تمام فایل های مخرب جستجو شده و آنها توسط دستور حرکت چهارم و کلی پاک شده. و این بود این ویدیوی آموزشی ما. لطفاً برای ویدیوهای بیشتر چینل شاداب میدیا را لایک و سابسکرایب کنید.